تلویزیون سینما تقدیم میکند. تو از شهر خورشید به اینجا رسیدی، تو چون بوی گندم نشاط آفریدی. برنامه نورافکن و تلویزیون سینما. با یاری آشنا سخنی آشنا بگو. وقتی دلتنگی و هنگامی که غم داری، شیر لایق شنیدن را بکنید. محبت فکر میکنم در چشمای ما هم به تمام شما دوستای نازنین است، به تمام مردم نازنین شما از مردم تاجیکستان است. یک روز مجلا و فرح بخش. از پیک سرور و همدلی سرشار با پیغام آشنایی در فضای سینما طنین انداخت. جونی جونم یار جونم، بیا دردت بجونم، شب مهتاب لب دریا واسه تو آواز میخونم. جونی جونم یار جونم، بیا دردت بجونم. برنامه نورافکن حضور چهره های موفق صنعت افغانستان، سروده های دلنشین و مرغوب، دلگشت زار آمدن که ناخون به تار قلب ها میزند. دیگر نمانده در دل غم. صحبت یاران همزبان که با لحن شیرین و اعجازهای پروفسانه محبت و دوستی را ترنم میکند در آینه پرجلای ما. عشق و محبتم، علاقه نسبت به تاجیکستان، نسبت به مردم مهمان نواز و سند دوست تاجیکستان بیشتر و بیشتر میشه. چون محبت که ما به وطن خود داریم، من فکر میکنم که همینقدر من تاجیکستان هم دوست دارم. در دیار روشنایی با پیغام آشنایی، مهر و صداقت بپهنا در صدف سینما. شام شنبه در تلویزیون سینما برنامه زیبای نورافکن تماشا کنید. تو در دیده و